یک نفر از امی علمای فارسی زبان افغانستان گوش کردم، شخصی به دست با نام متوکل که بسیار ادعاهای سخت میکرده است که مذهب لازم نیست، ما قرآن داریم، ما حدیث داریم، ما اجماع داریم، برای ما پیروی و تقلید مذهب هیچ حاجتی نداره. حنفیت خو کسی که پیروی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است دعوا میکنه، وگرنه امام صاحب نه مذهب مانده، نه توصیه کرده، نه گفته که اینی مذهبم است، مردم دنبالی ما بیاید، من امامیتان هستم. این را کسی ثابت کرده نمیتونه تا روز قیامت. فهمیدید؟ سبحان الله. سوی دستی راست آید در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام. یعنی ای شاهان شفاعت کین لئیم، سخت در گل ماندش پای گلیم. دستی راست سلام میتر به پیغمبران مراجعت میکنه، به اولیاء الله مراجعت میکنه که اگه من همیک خطایی کمبودی کردم توم در گل در مانده است، شفاعت کنه. و مگر رو بگرداند به سوی دست چپ، در تبار خیش گویندش که خب این دست چپ هم خیش تبارش در میگرده که اگر دستگیریم کنه دعوا کنه طلب شفاعت کنه که میگن خب اکدام تبگی وقتی آی پدر و مادر جنت میره، پدر و مادر اگر راضی نباشه دوزخ میره. مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای یکایک شما و در شخصیت شما برای تمام مسلمانان این دیار تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار این محبت ها، عمل های خیر، سرسپردگی را از جانب ما و شما پذیرفته و به روح پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم رساند و روح آن حضرت را از ما و شما خشنود گرداند. حقی پیشوای ملت دعا میکنیم که خداوند هر اعمال و هر عملی نیکی که داشته باشند موفقشان بگردان برای انجام دادن. الله قسم اگر انسان زندگی میکنه مردانه وار زندگی کنه چی به درد میخوره؟ این دنیاست. به الله قسم تا بسیار عمرت باشه 100 سال بعد رفته نیستی، از این دنیا رفته نیستی. تو خب بیازو به ایمان زندگی تا تیر نکردی، بیازو الله مستحق جهنم پیش از پیش گردانیده، ولی در دنیا لذت ننوشیدی به جز از خجالت و رسوایی و دروغگویی. کدام مقام، کدام عزت، کدام احترام، کدام